تو بازسازی گنبد حرم ابی عبدالله کارگری میکرد، دستش نبلای دوتا انگوش قد شد. رفت پیش دکتر وضعیت دست دید، گو کاریش نمیشه کرد، برو از کارفرمات شکایت کن، هزینه‌اش زیاد میشه نمیتونی. یه نگاه به دکتر کرد، گفت نمیتونم برم شکایت کنم. گفت بابا هزینه‌اش زیاد میشه، بهت بگم برو شکایت کن، نمیتونی خوبش کنی. کن نمیتونم، کارفرمام ما حسینه. دیگه تا این حرف زد دیگه دکتر نشد رو زمین براکت گریه کردن. نگاش کرد گفت قیافت به این حرفا نمیخوره، چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه دیشب یه آقایی رو تو خواب دیدم، به من گفت فردا کارگرم میاد سراغت، کارش رو را بنداز.